یک شاعر معروف سیمین مهبهانی که میگه دوباره میسازمت وطن اگرچه با جسم و جان خیش ستون و سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. یعنی هر کس که امروز در همین راه بهبودی خودش بهبودی وطنش کوشش میکند برای همشون انا همین کوشش همین غیرت مبارک باشد. زیرا انا همین کوشش و همین غیرت که هر کس برای خودش میکند یک قدم برای وطنش آبادش اگر سهم گذارم باشد این کار سزاوار ستودنی سزاوار آفرین است. امسال کشور عزیز ما 34 سالگی استقلالیت خود را جشن میگیرد. یک انسان در عمر 34 سالگی خیش یک دوره رو به کمالات خودش پس سر میکند. یعنی مثل همین یک انسان دولت صاحب استقلال ما هم 34 سال هست که برای باز هم آباد شدن، باز هم زیبا و پیشتر رفتن کوشش میکند و مردمش در این راه سهم میگذارند. در ساحه های گوناگون، چه در ساحه اقتصاد، چه در ساحه فرهنگ و سیاست و دیگر رشته های اجتماعی شهروندان ما کوشش میکنند که برای این آبادی سهم گذارند. در آستانه 34 سالگی جشن استقلال وطن من به هر کسی که با نیت نیک با آرزوهای بلند برای بهبودی زندگی بهبودی همین وضعیت اجتماعی وطن خودش کوشش میکند آفرین میگم و هم مبارک باشد. الهی خدا مددگارش باشد در همین راه.